واقعا در این نشستی که ما امروز اشتراک کردیم سری مسئله خب شخصی یا اینکه فردی سخن نمی رود. البته ما از یک کشور سخن کردیم و حوادثی که در اون کشور به وجود می آید، پایمال کردن حقوق انسان، پایمال کردن حقوق مسلمان ها در یک کشوری که 98% مسلمان هست، از اونها داریم صحبت میکنیم. واقعا هم کشوری که 98% مسلمان هست و در اون قانون‌های قبول کرده می شود که پارلمان اون کشور قانون‌های قبول میکند که برخلاف فطرت اون مردمی اون کشور است، این است علم آور. ببینید در طی چند سال اخیر منع کردن زنها از مساجد، خب منع کردن کودک‌های تا 18 ساله از مسجد، خب ویران کردن مسجدها، حجاب را از سر گرفتن و بالاخره در وقت‌های اخیر با ریش و با خب شعائر اسلامی دست زدن، همه اینها قانون‌ها و یک رفتارهایی هست که به فطرت اکثریت مردم که مسلمان هست بازی کردن با آنها و تحقیر کردن اونها هست. و در آخر هم ما می‌بینیم که بستن یک حزب سیاسی که خب فعالیتی آشکار شفاف دارد و یک حزب سازنده بود که برای بهبودی کشور و برای خاتمه دادن جنگ شهروندی که کشور رو به تباهی می‌برد زحمت‌های زیادی را کرده بود، خب و برای وحدت ملی سهم و تلاش‌های بی‌سابقه را انجام داد و پیش گرفتن او را با غرض‌های سیاسی، با غرض‌های خب نادرستی که امروز بند کردن او و بعدی گرفتن یک بخش کلان از اعضاهای او و معاونهای رئیس حزب و اعضای ریاست و عضوهای عادی اونها را در یک حالت قرار دادن که نه خویش تبار نه نزدیک ها و نه یگان کس از اونها دیدن نکند. این پایمال کردن حقوق انسانی شهروندی است که در کشور ما میگذرد که این یگان سابقه در دیگر جایها ندارد. با علاوه بر این منع کردن شخص های حقوقی، ادوکات ها، سفید کننده ها یکی به خاطر دیدن از رفتار دادگاه و اینها تلاش میکنن اونها را منع کردن، اینها هم یک حالت های هست، یک چیزهایی هست که در دیگر کشورها، در بسیار کشورها اینها را دیده نمیشود، مخصوصا در یک کشوری که 98% اون مسلمان هست. البته این نشست به خاطر همین بود تا اینکه از این خب جرم، از این خب ظلم و از این رفتارهای بدی که برای مسلمان ها و برای یک کشوری چون تاجیکستان زیان دارد از اونها صحبت به میان آمد و این جای دارد که از اون صحبت کرده شود و به گوش جهانیان رسانده شود که تاجیکستان کشوری زیبا، آباد و دارای خب همه گونه ثروت‌های مادی و نیروهای معنوی، انسان‌های نیرومندی در تفکر و در ایجادیات، اما یک حکومتی خب مستبد یا یک حکومتی دیکتاتور با رهبری یک دیکتاتور که دارد پیشروی تمام این خب نیروها را، تمام این امکانات را میگیرد، از این سخن میرود و این را برای دیگرها فهماندن و رساندن این یک چیزی مهمه بود که امروز ما شاهد اون بودیم.